تفسیر نادرست از آیه فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. این احاطه ائمه به عالم وجوده و لذا به قرآن نگاه کنید اعملوا، هر کاری میخواید بکنید. به سوره توبه اعملوا، هر کاری میخواید بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این مون این مراده. با این عملکم، عمل مصدره به کاف اضافه این مصدر افاده عام میده. تمام اعمالتون، حتی عمل قلبیتون، فکرتون، محبتاتون، بغضاتون، افکارتون، توهمات، عدم همه رو ما میدونیم. حالا عملکم کجا باشی؟ هر کجا قید نداره، مکان زمان قید نداره. هر کجا باشید خداوند، هر کجا باشید فسیر الله، خدا میبینه، پیغمبرم میبینه، ائمه میبینه. خدا احاطه داره، اونم احاطه داره. بینندگان عزیز، مشاهده نمودید که این آخوند غالی افراطی ائمه را دانا و مسلط بر عالم وجود می‌داند، حال این که این صفت مختص الله متعال است. الله متعال می‌فرماید: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی ماند، چه ذره ای باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن. همه اینها در کتاب واضح و روشنی در نزد پروردگارتان ثبت و ضبط شده است. و این از خصوصیات الله متعال است که همه آشکارها و نهانها را می داند، ولی این آخوند رافضی این صفات الله متعال را به غیر الله نسبت می دهد. این آخوندهای مدعی محبت اهل بیت چون در علوم قرآن و تفسیر بضاعتی ندارند، لذا بدون در نظر داشتن سیاق و سباق شأن نزول آیه و قواعد لغت عربی، آیه را بر حسب هوای نفسشان تفسیر می نمایند. چنان که مشاهده نمودید این آخوند آیه 105 سوره توبه را که در آن لفظ مؤمنون آمده به ائمه تفسیر می کند. جناب حجت الاسلام، اولا به چه دلیلی کلمه مؤمنون را که لفظی عام است به ائمه تعبیر می کنید و می گویید ما هر کجا باشیم و هر عملی انجام دهیم ائمه از آن باخبر هستند، حال این که الله متعال در وصف خیش می فرماید عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله دانای غیب و نهان است و هیچ ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین از پروردگارتان پنهان نمی‌ماند. ثانیاً چگونه به خود جرأت می‌دهید ائمه را به بی‌حیایی متهم کنید؟ زیرا ادعای شما معنایش آن است که ائمه از خلوت انسان‌ها در پشت درهای بسته هم باخبرند و انسان‌ها را در وضعیتی می‌بینند که الله متعال مؤمنان را از نظر انداختن به آن منع فرموده است. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. به مردان مؤمن بگو چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ کنند، این برایشان پاکیزه تر است، بیگمان الله به کردار آنها آگاه است. اما آیه 105 سوره توبه در سیاق آیاتی وارد شده که در شأن متخلفین از غزوه تبوک نازل شده بود و این آیه نوعی تهدید برای متخلفین از این غزوه است که از این به بعد باید به عمل نیک بپردازند تا الله متعال و رسولش صلی الله علیه و سلم و مؤمنین ببینند که شما اعمال خوب انجام می‌دهید یا خیر. و در پایان همین آیه الله متعال تأکید می‌فرماید که عالم به آشکار و نهان انسانها فقط الله متعال است.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید که الله و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را خواهند دید و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید و آنگاه شما را از کردارتان آگاه می کند. بینندگان محترم، ملاحظه بفرمایید که در پایان این آیه الله متعال فرمودند که به زودی به سوی دانای نهان و آشکار باز می گردید. و این هم یکی دیگر از دلایل منحصر بودن علم غیب به الله جل جلاله است. بینندگان محترم را به خواندن قرآن کریم و ترجمه آن و نیز تدبر در معانی آن فرا می‌خوانیم تا دیگر فریب این مدعیان محبت اهل بیت علیهم السلام و اسلام ناب محمدی را نخورند، زیرا آنها با حقیقت قرآن کریم فرسنگ‌ها فاصله دارند.